به نام خدا، با شما هستیم با آموزش ثبت نام وام ازدواج در وبسایت ve.cbi.ir. خب توی مرحله اول وارد آدرس زیر بشید و اطلاعاتی که خواسته شده رو وارد بکنید. شماره ملی متقاضی، شماره ملی همسر، اگر همسرتون جزء اتباع هستش تیک اتباع رو، همسر متقاضی جزء اتباع می باشد رو میزنید و نیازی نیست دیگه شماره ملی همسر رو وارد بکنید. تاریخ تولد متقاضی، تاریخ ازدواج و شماره تلفن همراه متقاضی. افرادی که زیر 18 سال هستن نیازی نیستش که حتما به نام خودشون باشه شماره تلفن همراه، میتونن از شماره تلفن اشخاص دیگه هم استفاده بکنن. کد امنیتی رو وارد میکنید انتهای صفحه و دکمه بررسی اطلاعات و ارسال کد تایید رو میزنید. توی مرحله دوم کد تاییدی که پیامک شده به تلفن همراهتون رو توی کادر مربوطه وارد میکنید، کد امنیتی رو میزنید و دکمه ادامه رو میزنید تا وارد صفحه بعدی بشید. توی صفحه بعدی اگر آقا باشید ازتون درخواست کرده که مشخص بکنید که وضعیت خدمت سربازیتون پایان خدمت هستش یا معافیت، یا اینکه خدمت نرفتید، یا گزینه سایر که معمولا برای افرادی که نظامی هستن مورد استفاده قرار میگیره. هر کدوم از این وضعیت ها رو داشتید میتونید مشخصش بکنید و بعد از اینکه وضعیت رو مشخص کردید تلفن ثابت به همراه کد شهر رو ازتون میخواد. عذرخواهی میکنم، استان محل سکونت، شهر محل سکونت، تلفن ثابت به همراه کد شهر، کد پستی محل سکونت و در آخر هم کد امنیتی رو ازتون درخواست میکنه که گزینه ادامه رو میزنید و وارد صفحه بعدی میشید. توی صفحه بعدی از شما خواسته که تایید بکنید اطلاعاتی که وارد کردید مشکلی نداره و متن بالا رو به صورت کامل مطالعه کردید. متن بالا رو که تاییدش رو میزنید و دکمه تایید و ثبت رو میزنید وارد بخش انتخاب بانک و شعبه پیشنهادی میشید. توی بخش انتخاب بانک و شعبه پیشنهادی شماره ملی متقاضی رو ازتون خواسته، کد امنیتی، بررسی اطلاعات و ارسال کد تایید رو میزنید. توی بخش بعدی کدی که براتون پیامک شده رو وارد میکنید، کد امنیتی و گزینه ادامه رو میزنید و توی صفحه نهاییمون که توی این بخش دیگه ثبت نام به اتمام میرسه و وارد بخش کد رهگیری میشه، اینجا ازتون خواسته شده که شهر محل سکونتتون رو مشخص بکنید. توی گزینه بعدی ازتون خواسته بانکی که میخواید وامتون رو توی اون بانک دریافت کنید رو انتخاب بکنید که ممکنه بانکتون توی این لیست نباشه که باید طی روزهای آینده اقدام بکنید برای ثبت نام که اگر بانکتون توی لیست قرار گرفت بتونید ثبتتون رو انجام بدید. دو حالت هستش. یه حالت که خب بانک ظرفیت داره و به محض اینکه شما ثبت درخواست رو میزنید کد رهگیری رو به این شکل بهتون نمایش میده و براتون پیامک میشه و در صورتی که همونطور که توی تصویر میبینید بانک ملت که انتخاب شده توی پرانتز نوشته شده باشه که ذخیره، شما در حالت ذخیره قرار میگیرید و کد رهگیری در اختیار شما قرار نمیگیره و در واقع شما به صورت ذخیره توی صف انتظار قرار میگیرید. پس از اینکه ظرفیت تخصیص داده شد به این بانک درخواستتون قطعی میشه و کد رهگیری خدمتتون ارسال میشه که خب بانک رو انتخاب میکنید، شعبه‌ای که مد نظرتون هست رو میزنید و گزینه ثبت درخواست رو انتخاب میکنید. توی صفحه آخر هم اگر توی حالت ذخیره باشه بانکتون این صفحه رو بهتون نمایش میده و در صورتی که توی حالت ذخیره نباشه و دارای ظرفیت باشه این صفحه رو به شما نمایش میده که توی این صفحه شما میتونید اطلاعاتتون به همراه کد رهگیریتون رو مشاهده بکنید و منتظر پیامک تعیین شعبه باشید.